سلام عزیزان، امیدوارم حالتون خوب باشه. با ادامه رمان جذاب ریشه در خاک در خدمتتونم. فرهاد کنار پدرش نشست. طبق عادت همیشه دستی به موهای موجدارش کشید و بیقرار پاهایش را تکان داد. صدایش لرزید اما ناگهان محکم گفت: بابا، من از ازدواج با افسون منصرف شدم و عقیده‌ای به ناف برون ندارم. چای در گلوی محسن پرید. به سفره افتاد و با چشمای متعجب نگاهش کرد. چی گفتی؟ مگه بچه بازیه؟ فکر آبروی ما را نکردی؟ چطور به برادرم چنین چیزی بگویم؟ دستش را بالا برد و سیلی محکم به صورت فرهاد نواخت. صدای ضربه در اتاق پیچید. فرهاد چشمانش را محکم می‌بندد اما لب باز نمی‌کند. دل سوخته‌اش کجا و این سیلی کجا؟ زیور مادر فرهاد با صدایی لرزان گفت: گناهی نکرده، فقط نمی‌خواهد با اون دختر ازدواج کند. اما محسن خشمگین‌تر می‌شود. آبروی من هیچ، آبروی برادرم و دخترش مسخره اهالی بشوند که چه؟ پسرم خوشی زده زیر دلش. خودتو یادت نیست هر جا می نشستی با غرور می گفتی پسرم بند نافش با دختر مجید گره خورده. چی شد؟ زیور سکوت می کند. در دلش آشوبی است مثال زدنی. خودش هم نمی دانست چه شده است. چرا پسرش چنین تصمیمی گرفته؟ پسری که همیشه نام افسون را که میشنید از خوشحالی چشمانش میدرخشید. چند روز بعد محسن با رویی شرمسار نزد برادرش رفت و حقیقت را گفت. مجید مرد صبوری است. بدون هیچ گلایه‌ای به حرفای برادرش گوش میدهد. هرچند از ته دل از برادر و برادرزادش دلخور است. او که خودش هم دلش نمیخواست دخترش در این سن کم درگیر چالش‌های زندگی مشترک شود و بار مشکلات بر دوش ظریفش بیفتد. اما باز هم ناراحت است. او که نمی‌داند حقیقت چیست. اما افسون با شنیدن حرف‌های عمویش دچار شوک می‌شود. خودش هم نمی‌داند چرا بغض تلخ راه گلویش را می‌گیرد. سارا زیر چشم به افسون نگاه می‌کند. اما در روستا هر کس چیزی می‌گوید. یکی میگفت افسون به فرهاد جواب رد داده، یکی دیگر میگفت دعوا کردند، دیگری از نفرین‌های سارا میگفت. خلاصه دهان‌های یاوه‌گو پر از قضاوت بیجاست. در همین هیاهو فرهاد با دلی شکسته روستا را ترک کرد تا در شهر درسش را ادامه دهد. شاید در میان کتاب‌ها و صدای اتوبوس‌ها اندک آرامشی برای عشق از دست رفته‌اش پیدا کند. اتوبوس از جاده پیچ در پیچ کوهستان رد می شود. روستا با همه صداها و نگاه‌های تحقیرآمیز را پشت سر می گذارد. اما او قلبش هنوز همانجا مانده بود. سرش را به شیشه تکیه داده و زیر لب گفت آزادت کردم افسون، آزادی، حتی اگر من اسیر باشم. صدای راننده رشته افکارش را برید. پسر رسیدیم، اینجا ترمینال آخره. فرهاد چمدان کهنه‌اش را برداشت و وارد شهر شد. شهری شلوغ. اینجا هیچ کس او را نمیشناخت. یا کیست و از کجا آمده و چرا ردی از غم و اندوه در چشمان عسلی‌اش است. در دانشگاه ثبت نام کرد، رشته مهندسی و عمران. سعی کرد خود را میان درس و کار غرق کند، اما هر صفحه از دفترش بوی خاک رطوبت روستا را میداد. لطفاً لایک و سابسکرایب کنید. ممنونم.